السلام علیکم داملای محترم. حاجی میرزا، شما گفتید که اگر زن گرفتید و آن زن اگر نادختر برآمد او را طلاق نکنید، سیری او را پوشانید، آخر طبیعت ما نمیکشد. اینش را چی میگویید؟ ما چند بار برادرها از ما سوال کردند. در اصل 2000 و 3000 دلار میتیم، شب و روز سرگردانیم به خاطر گرفتن زن. وقتی میاریم بیوه میبراید. مقصد در مردم ما نادختر میگویند یا میگن بکارتش زائل شده است. پس شما گفتید که سیری اونها را پوشانید، با اونها حیات به سر برید. آخه طبیعت ما نمیکشد. اینش تا چی میگویید؟ دادر عزیز، من به طبیعت تو کار ندارم. طبیعت تو میکشد نمیکشد. من گفتم آن چیزی را که خدا و رسول گفت. من اگر میگفتم که دادر عزیز تفسیه حاجی میرزا برای تو این است، تو اینجا دا میگفتی که حاجی میرزا 100 نامعقول کرده است. ولی من برای تو آن چیزی که خدا و رسول گفت همون نگفتم. پیامبر گرامی میگوید من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه. یک حدیث. دوم و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. دو حدیث. لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستره الله یوم القیامه. سه حدیث. من غسل میتا فکتم علی غفر الله له 40 مرة. 4 حدیث. حدیث های پیامبر گرامی است دادر عزیز. حالا تو جوانی، حالا شاید اون قدر مطالعه که من در کتاب کردم، شاید اون قدر ناموس و ننگ که من دارم تو نداری دادر. تو را طبیعتت نمیکشد. فکر میکنی که من در کار همین دخترها راضیم یا طبیعت من میبردارم. منم در جای تو باشم 3 طلاق نه 100 طلاقش میکنم. منم طبیعت رو نمیبردارم. ولی گفته ایستادم که خدا و رسول گفت طبیعت ما جاش دیگر است، آن چیزی که خدا و رسول میگوید جایش دیگر است. پیامبر میگوید کسی که در همین حالت سیر همو انسان میپوشاند، خدا سیر او را در روز قیامت میپوشاند. ببینید حتی پیامبر میگوید من غسل میتا، تو یک آدم مرده را وقتی میشویی مرده را فکتم علی، بعدا میبینی در بدن مرده هر گونه گویم چیزهایی که با گفتن او در بیرون مردم همه شاید لعنت بر همون مرده گویند. یعنی در وجود او هر چیزهای ناخوبه میبینی. پیامبر گفت تو اونها را دیدی در حالت شستن، فکتم علی، ولی تو پوشانیدی او را به کسی نگفتی. خب غفر الله له 40 مرة. خدا میگه به خاطر آن که تو سیری همین مرده را پوشانیدی به کسی نگفتی، من که خدای تویم 40 بار گشته و برگشته مغفرتت میکنم. برادر 40 بار مورد مغفرت من تو را قرار میدم. به خاطر یک مرده را تو کمبودی های مرده را وقتی میپوشانی، وقتی مرده را کمبودیش پوشانیدن این قد ثواب باشد، زنده در چی ثواب میگیری؟ برای من برادر عزیز، طبیعت تو خیره شود، طبیعت ما خدا داناست چه حالت پیدا میکنه. تا اگر همون زن در جایگاه خوابت اگر نادختری یافتند طبیعت ویران شود، ببین او زنی تو بود
اون به من نه خواهر بود، تو نه به من دادری، فقط برادر مؤمنی و خواهر مسلمان است. من از اینجا دیده طبیعتم خیره می شود و ایران می شود. من در کوچه دیدگی خواهرها و مادرایی را که در حالتهای به خدایی قرار دارند، اون دم طبیعت من خیره می شود. برای همین دادرای عزیز، این حکم خداست. پوشانین، اگر خواهین مرحمت زندگی کنین، وعده هست که خدا سیرت می پوشانه. ولی اگر گویی نه من مثال طبیعتم نمی کشد، من با همین آدم مقصد ندارم دیگر، محبت نمی شود، کاری تو طلاقش که رفتن گیره. ولی پوشانی خوب، نه پوشانی هم من تو را نمیگویم گناهگار میشوی، فقط از همین ثواب محروم میشوی. این قدر کار است. یا اگر بسیار بسیار دلسوز باشی دادر عزیز، آشکارش نکن، آشکارش نکن. بر در خانه همو پدرش یا مادرش گذارو، یکان چیز دیگری بگو که مثال معقولم نشید، یا یکان چیز دیگری را مثال. زیرا در این حالت دیگر این دختر خدا داناست که مردها دیگر به سراغ این بیاید. این همین است، چیز دیگر ما زیادی نگفته. اون روز یک دادر پیش من آمد، شاید در همین جمع حضور داشته باشد. سحر بود، ساعت 6:30 بود، چیم 7 سحر. آمد از بیچاره دستاش میلرزد، همون شب زنگ گرفته، دستاش میلرزد، لباش میلرزد که همین قدر مهنتی که من کردم نمیدونم چی سبب باشد، نه دویم زنی که میگیرم نه دختر میابم، جوان ایالی، دویم زنی که میگیرم نه دختر است. در مردم مسلمان رسم این است که دخترهای ما باید در حالت همو دختر بودنش باید به شوهر براید. ولی در مردم بغیر دین اسلامی ما، پیروای دیگر دینها، اگر زنهاشون دختر بیابند اونا بسیار خجالت میشوند، بسیار خجالت میشوند. من در ارمیا وقت خدمت میکردم، سالهای 84 بود، 83 بود، در همون وطن خدمت میکردیم. همونجا در همون هم خدمت‌های ما میگفت که وقتی اگر ما دختر بیابیم نسبت همون زن بدبینی پیدا میکنیم که تو چخیل دختر بوده که با کسی مخلوط نشده ای. اونا دین ندارن، اونا ناموس ندارن، اونا ننگ ندارن. اما الحمدلله مسلمانیم، ما ننگ داریم، ناموس داریم، رشک داریم. ولی دادر از من هم میدانم که اگر زنی را که شما در حالت نادختر یابید، شاید که من اگر هرچی برای تو نصیحتم کنم، تو هر بار همون زن میبینی همون حالت به یادت میزنه. هر باره که تو بگذار صاحبی 10 فرزندم که شود، همون کاری زشتی او از گوشه دلی تو کورک نمیشه، نابود نمیشه، میماند. ولی این در زندگی بسیار خلل دارد. وقتی در زندگی محبت نباشه بین زن و شوهر، این خللش در حتی فرزندا هم میرسد. خدا پرده کند، خدا نگه دارد. ما همیشه خیرخواه هستیم، دلالتی به خیر میکنیم. دادر عزیز، باز میگویم از بین همین جمعیت های ما، از بین همین امروز 8 مسجد جامع در شهر کلاه پر از نمازخانه، آیا فکر میکنید که همون بچه‌های خوشفعلن؟ همه همونها گویم که در حالتی که اگر دستی به زنا بیابند زنا نمیکنن، میکنن زنا. احتیاط کنین برادرای عزیز و گرامی.
بگذار همین نمازهاتان، همین محبت و همین عشقی که امروز دارین همینها دستگیرتان شود. از این کارهای ناخوب همیشه پوش گردانین. او حدیثی که 7 طایفه در زیر عرش خدا هست، یک تشکی بود، یک تش همون بود که زنی که بسیار حسن دارد، پیامبر گفت بسیار حسن دارد، جمال دارد، مال دارد. ببین دعته امرأة ذات حسن و جمال. بعد شما جوانا را دریاب میکنه و میگوید مقصد ماشینت میفوره، مرحمت. خانه با تمام شرایط میخواهی، رفت مرحمت. خانه من، پول من، چیزی میخوای برای لباست، برای خانت، کمک پولیش از من. فقط چیکار کن؟ فقط تو با من زنا کن، تو با من عشق ورزی کن. پیامبر گفت که اگر همین جوان در جواب همین خلزن صاحب جمال، پولدار، شرایطدار گوید اینی اخاف الله، من از خدا میترسم، همین اگر گوید، پیامبر گرامی گفتند وای در زیر سایه عرش الهی است. خدا کند که اگه توفیقای ما را، خدا ترسی ما را تا به همین حد رساند. خدا کند امروز بچه های ما، برادرای ما صاحب جمال خودشون میکابند. برای صاحب جمال هزارها دلار صرف میکنند که پدر مادرش از گرسنگی را مردگی است، ای گرسنگی را مردگی است. دادر خواهرش محتاج است، پول درآمد دم به همون زن فاحشه صرف میکنه و اولادهای خودش، یا گویم در همسایه‌داریش بیچاره یک بار دروازه او را کشاده نان او را خوردگی نیست. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، خدا شما را در پناهش نگه دارد. خوب. در نماز شام تسبیح گرداندن درست است یا نه؟ دوم گوشت زرگوش یا خرگوش حرام است یا حلال؟ برادر عزیز و گرامی، در هر یک نماز من سبح الله فی دبور کل صلاتین ثلاثا و ثلاثین و حمد الله ثلاثا و ثلاثین و کبر الله ثلاثا و ثلاثین و قال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر غفرت خطایاه و ان كانت مثل زبد البحر. پیامبر میگه که کسی از پس هر یک نماز اگر 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، آخر کلمه صدومی که با اون پیوست میشود لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و هو على كل شيء قدیر پیوست کند، خداوند اگر مثل کف که بحر که خطا داشته باشد الله مغفرتش میکند. برای همین هر یک پس نماز ما تسبیح ها را گویم دادر عزیز، گویم درست است، یگان زلال و زیانی ندارد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. این حضرت معاذ پیامبر ما گفته بود لا تدعن فی دبور کل، حضرت معاذ گفته بود پیامبر ما که هیچ وقت از پس نماز همین دعای اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک فراموش نکن. گوشت خرگوش و زرگوش هر دو حلال هستند. خب داملا حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما سوال داریم. نماز بامداد را اگر در خواب مانید تا ساعتی چند خواندن ممکن؟ میگن که تا 11 خواندنش ممکن. خب میگن که اگر در نماز صلوات نخوانی نمازت در هوا معلق میماند. التماس باید اكو صلوات اما اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم سنتن، اگر نخوانین نمازتون خدا قبول میکنه، نمازتون از گردنتون ساقطه، ولی به سبب نخواندنش ترک سنت میشه و گناهگار میشه. شما در او چی؟ گناهگار هم تا سوال همین بود، گناهگار میشوید. صلوات نخواندن همون در نظر دارن. دوم نماز بامداد اگر در خواب زدین تا ساعت 11 تا ساعت اگر 12 را هم که شما فرض سنت چه یک جای هم خوانین درست میشه به سبب خواب در خواب ماندن تو. نه قضا نمیشود، باید قضایی نیست. باید هم تا نماز میخوانیم که
گویم نه قضایی میخونیم نه وقتی، نه قضا شده است نه وقتی، نه وقتش گذشته است، هر دوش هم میخونیم. سنت هم در طبیعت فرضش میخونیم. برای همین حالت از پیغمبر ما رخ داده بود، سنت همراه فرض خوانده بودند، در خواب مانده بودند پیغمبر. سلام داملا حاجی میرزا، خواهش میکنم همین جمعه سوال مرا جواب گویید. من زن دوم گرفتم، مرا میگویند که تو در جادوی این زن دوم افتادی. من باور کردم و او را 3 طلاق کردم. چی روایت دارد؟ روایت شامینه که قرار داد خدا در قیامت میکنه. این همین روایت شد. تو زن نمیتونی گرفته که جا زن میگیری. زنگیری مثال زنگیر رنگی تو میشود. با یک گپی که مثال تو در جادوی زن دوم غلطیدی و همین تمام زن 3 طلاق میکنی. یک معنی را داره که خدا یک داد تو با گرفتش. این هم خیلی داد گرفت. این دو زنگی کاری هر کس نیست، هر کس هم دو زنه شده نمیتونه. این خیلی جگر رنگی گاو در کار که دو زنه باشیم 3 زنه باشیم. این به جگرهای ما اوت نمیشه. این گاوری جگر در کاره. این خیلی مرده که بگیم خوبه های دلسوزه، برای ملت هم دلسوزه. امروز ای که قدیره در زنا کردن میگردن و ناماشون زناکار میبره صاحب خانه و درش میکنه، با یک عائله دیگر یاردم و کمک میکنه، گنده است. این هم یک یاردم های، هم در ملت هم در دین. ولی طلاق نکنه. میگن خیر که زنی اول همه خیلی است، میگن که او تو را جادو کرد، او تو را فلان کرد. خب داملای محترم حاجی، بعدی سلام خواهش میکنم سوال من در جواب گویید. خواهر اسلامی شما از شهر دوشنبه. من صاحب 2 فرزند هستم. ما یک جویه با شوهر 7 سال زندگی کردیم. زندگی نرس داشتیم. در آخر زندگیمون یک زنی به شوهر پیدا شد و با شوهرم با او مناسبتی دوستی پیدا کرد و من با او تلفن صحبت کردم و فهمیدم که من زنی همان مرد هستم و فهمیدم که من زنی همان مرد هستم و او در تلفن به من جواب داد که وای مرد زن ندارد. او گشته با شوهرم تلفن کرد و گفت که زنی تو به من زنگ زد، گفت که من زنی همان مرد هستم. شوهرم در غضب آمد و به مادرم تلفن کرده گفت که دخترت را 3 طلاق کردم. من حاضر در خانه پدرم 1 سال می شود که با فرزندهایم زندگی کرده ایستاده. او به من و فرزندانم یاردم میکند و آمد و رفت میکند و حتی همخوابه هم میشود. و سوال من جواب دهید که آیا این زندگی ما درست است؟ نه، زندگی شما حرام است. دیگه زندگی او زندگی حلاله که شما قبلا داشتین و از دست رفته. بسیار این خیلی آدم ها زنها را طلاق میکنند، با زن طلاق کردگی با زندگی دارند. برای همین بود که همین پیشینی های ما میگفتن که زنی را که همین طلاق شدگی باشن نانش نخورید. این گپ بسیار یک معنای بلند داشته است. این یک خانه حرام است، یک خانه ای که گویم همونجا هم زن و هم مرد هر دوش زناکارند. وقتی که نکاح نباشد، وقتی که زنی را که طلاق کردی و کجا خطی زندگی میکنی؟ راهاش جستجو کو، بپرس از عالم ها برای تو دستخط نویسند یا برای تو زبانن اجازت دهند، راهاش فهمونند. بعدا تو میتونی که مثال یا زندگی میکنی یا نمیکنی بعد فهمانیدن. برای همین برادرای عزیز و گرامی، هر کسی که زن دوم میگیرد یا زن سیوم میگیرد بسیار با اندیشه کار کنید. وزنینی داره، سختی ها داره، خواهین نخواهین، جنگ و جنجال ها دارد، نافهمی ها دارد. همه اینها را جمع کرده بعدا شما تردد زن دوم میگیرین سیوم میگیرین، این کار شما. ولی وقتی تصمیم گرفتین که من باید صاحب زن دوم شوم، زن دوم بعد 1 هفته و بعد 1 روز و بعد 1 ماه طلاق نکنین. بسیار ناآدمی هست. بسیاری آدمای هست حالی که زن دوم میگیرن به شراخت 1 ماه 1 سال 2 سال زندگی میکنن تا حال صاحب خانه شو نکردن.
بعد دردسر همون اکه و دادر و پدر و همون اولاد میشود. خداوند از ما و شما این عبادت را قبول بگرداند و آن بندگانی که برای ما سوال‌ها ارسال کردند سبب هدایت و سبب فهمیدن دیگرها شد، خداوند در هر یک حرف در هر یک کلمه برای آنها پاداش و ثواب نصیب بگرداند و خاتمه کار همه ما بندگانش را خدا به خیر بگرداند. برادرایی که از راه‌های دور و نزدیک در این مسجد حضور دارند، مهمان‌های این مسجد هستند، خدایا قدم‌هاشان در حسنات و با صحت و سلامت به خاندانشان خدا برسانی. آمین یا رب. یک اعلان دارم برادرای عزیز و گرامی. اینجا در یک مادر ما سوال کردن چی کردن که من نامم بهرالدین هست و از کوچه سیفالدین سنگاو، مادر من بیمار است، از شما احتراماً خواهش میکنم در حق مادر من دعا کنید که او شفا بیابد. الحال در بیمارخانه بوده است. خدای مهربانی مادر شفای کامل و شفای عاجل خداوند نصیب و روزی گرداند. ما را دیروز همون نماینده‌های تنظیم دعوت کرده بودن، امروز خواستن که همین مسجد آمده در همین جای برآمدی داشته باشند. ما گفتیم که خیر ما از جانب شما خودمون برآمده ها را میکنیم. فقط یک خواهش کردن، راستی بار من خواهشون اجرا نکردم ولی به هر حال باید که اجرا کنیم. مقصد چون همون خانه خراسان امروز در تمام این مسجدهای شهر به نمایندگی های همین گویم حتی چه از مسجد و چه از حکومت ها در مردم یشیک گردانیدند تا که 7,000 سامانی دیگه باز برای داخلی اشیای خانه او خریدن. یک کاری خیر بود. 25 خانه را همین ولایت خطگان ساز کرده داد. 25 خانه این کاری آسان نیست برادر. خودی در خانه‌مون ما و شما باور کنین آخه یک جا برای گوییم که حتی یک عادی ترین جای در خانه‌مون ساختن در کاری هزل نیست، کاری شوخی نیست. ولی به دستگیری شما، به دستگیری اینقدر مسجدها 25 تا خانه برای 25 عائله در خراسان بنیاد شد و امروز علاقه در داخلش زندگی دارند. کاری خوبه، کاری خیره. اگه این پستی فقط به همون ناحیه خراسان نیست، این مصیبت ها هم شاید به سر ما هم بیاید. خدا دانا هست. خب یک زمان کلاب ما را هم آب زده بود، به یاد داشته باشین. از طرف همین قربان تپه چقدر تا خلدینی که تا کورپچه و تا تکسری و من یاد دارم در همون مسجدی بابای ملا در بالا بودن تا این نانو می آوردن می ریختن، همون مسجدها پر بود. کمک میکردن. اکو این مؤمن برادر مؤمن همین است. ولی من گفتم اکو ما یشیک نمیگردانیم، راستی بارمی یشیک گردانی خودش بسیار کاری پست نمیشیدگی خواهشم نداریم. ولی از شما خواهش میکنیم که همون صندوقایی که در بیرونن ای دستان آمدگی چیزی باشد برای هر یک مسجد 1,500 سامانی گویم که بالاشون ماندگی هن که همین باید تا روز یک شنبه خانه پر کرده شد، دوشنبه باید سپاریده شد. برای این اگر چیزی از دستان میاد همون یشیک ها در بیرون میپرتاییم به خاطر ثواب، به خاطری که همش همونجا ارسال میشود. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد و عزت همه شما را خدا هم در دنیا هم در آخرت بلند گرداند. آمین یا رب. خوش آمدین. جمعه آینده خدا خواهد من در اطراف 5 سوالی که